با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، برنامه سیمای بلوچستان رو میبینید. در برنامه امروز نگاهی خواهیم انداخت به آداب و رسوم و فرهنگ بلوچ. 11 اسفند ماه برابر با 2 مارس روزی است که به عنوان فرهنگ بلوچ معرفی شده است. گرچه این روز توسط حکومت و نظام ایران و خیلی ها از مردم مورد بی‌توجهی قرار گرفته، اما در این روزها جنب و جوش ویژه‌ای در رابطه با احیای زبان، فرهنگ، آداب و رسوم و ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی مردم بلوچستان وجود دارد و این جای خوشحالی است. اون ملتی میتواند زنده بماند، پویا بماند که به زبان خودش، به فرهنگ خودش، به لباس خودش و به آداب و رسوم خودش احترام بگذارد. و امروزه تمام ملت‌های دنیا تلاش میکنند تا به زبان و فرهنگ و آداب و رسوم و تمدن خودشون افتخار بکنند و ببالند. به ویژه ملت بلوچستان و مردم بلوچ که دارای فرهنگی سرشار از شجاعت، شهامت، مردانگی، جوانمردی، شعر و موسیقی، مهمان نوازی و انواع و اقسام صنایع دستی هستند. مهمانان امروز برنامه آقای بهرامخان میرلاشاری، فعال سیاسی بلوچ، و آقای رحیم بندویی از حزب مردم بلوچستان خواهند بود و در خدمت اینها خواهیم بود. اما قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنیم، گذر و نگاهی میاندازیم به حوادث هفته گذشته سیستان و بلوچستان و برمیگردیم با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. عدم موافقت دادستان دادگاه ویژه روحانیت مشهد از مرخصی مشروط مولانا فضل الرحمن کوهی، امام جمعه پشامک شهرستان سرباز. نیروهای نظامی در بخش 8 بندی از توابع شهرستان میناب دست کم 13 خودروی سوختبر بلوچ را توقیف کردند. خودروی یک سوختبر بلوچ بر اثر تیراندازی نیروهای یگان تکاوری شهرستان راسک در نزدیکی روستای جکیگور واژگون شد. در گزارشی دیگر، مأموران سپاه پاسداران در مرز پیرکوه شهرستان راسک به سمت خودروهای سوختبران بلوچ با سنگ پراکنی و تیراندازی خسارت وارد کردند. بازداشت یک شهروند بلوچ به نام کاظم هوت فرزند محمد کریم توسط مأموران اطلاعات سپاه در شهر چابهار. بنابر گزارش کمپین فعالین بلوچ، کاظم از فعالان مجازی و محیط زیست در دشتیاری است که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام فعالیت دارد. یک زندانی بلوچ به نام جاسم قنبری 8 اسفند ماه در زندان جیرفت اعدام شد. نیروهای اطلاعات سپاه و یگان امداد ساعت 2 بامداد 6 اسفند ماه به روستای جکیگور یورش برده و اقدام به پلمپ انبارهای مواد غذایی شهروندان بلوچ کردند. کشته و زخمی شدن 2 مأمور نظامی بر اثر درگیری با افراد مسلح در شهرستان کهنوج.
به گزارش حالوش، یک شهروند اهل جاسک به نام حسین حیدری نژاد در ساحل سروع بندر عباس پس از نجات جان 3 عضو یک خانواده دچار غرق شدگی شده و جان خود را از دست داد. دادگاه کیفری 2 ایران شهر با قضاوت علی عبداللهی عبدالستار نارویی پدر محمد صدرا نارویی کودک بلوچ کشته شده توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر را به 9 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. گفتنی است محمد صدرا نارویی کودک 5 ساله بلوچ در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1400 در محمدان شهرستان ایران شهر توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر با تیراندازی مستقیم کشته شد. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، ایران در روزهای اخیر دست به تخریب کلیه بناها و سازه‌های مردمی، اداری و تجاری در خط ساحلی چابهار زده است. بنابراین گزارش هدف از تخریب این خانه‌ها در راستای اجرای مفاد قرارداد 25 ساله ایران و چین و با هدف سپردن این مناطق به چین برای اجرای پروژه‌های نظامی و اقتصادی است. به گزارش رسانه که 9 اسفند ماه 1400 سقوط یک کودک 7 ساله به داخل یک چاه در روستای حسین آباد از توابع شهرستان منوجان منجر به جان باختن وی شد. محمد علی شهبخش فرزند دور محمد به همراه زبیر شهبخش فرزند محمد علی 4 اسفند ماه 1400 پس از گذشت 53 روز بلا تکلیفی از زندان مرکزی زاهدان آزاد شدند. حافظ محمد امین جهانی استاد سابق شعبه تحفیظ القرآن عین العلوم گشت 8 اسفند ماه در سراوان درگذشت. همچنین گزارش شده است که حاجی نور محمد صادقی زاده امیر جماعت تبلیغ شهرستان چابهار در رایوند پاکستان و مولوی خیر محمد دورازهی از علمای سراوان و از مدرسین برجسته مدرسه دارالقرآن و سنت سیرکان در سراوان به ترتیب در روزهای 9 و 11 اسفند ماه درگذشتند. عرض سلام و درود مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. 11 اسفند ماه برابر با 2 مارس روزی است که به اسم فرهنگ بلوچ نامگذاری شده. موضوعی که در این روزها بلوچ‌ها بیشتر به تب و تاب افتادند تا فرهنگ بلوچ رو بیش از پیش زنده و پویا نگه دارند. در این زمینه با یکدیگر صحبت و گفتگو خواهیم کرد، اما قبل از اون این شعر شاعر بلوچستان رو با یکدیگر در مورد بلوچستان ببینیم و بشنویم که در واقع شاعر بلوچستان درباره بلوچستان چه می‌سراید. و بعد از اون با مهمانان برنامه صحبت و گفتگو خواهیم کرد. این شعر رو بشنویم با هم دیگه. راج دل ارمان روشن راج دل ارمان بلوچستان من ارزشتا بزان بلوچستان راج دل ارمان بلوچستان من ارزشتا بزان بلوچستان بیا منی میرے بلوچ بیا منی میرے بلوچ کوروش بنلا دے منی گو تی پجار پٹو پول بکن برو البرزا چار شاہنامہ پردوسی گالا گوش بدار شاہنامہ پردوسی گالا گوش بدار برات منی گیلان بلوچستان من ارزشتا بزان بلوچستان بیا منی میرے بلوچ بیا منی میرے بلوچ بیر جندو کہنو جو سیر
سیرک ساہ منی پیر جندو کہنو جو سیرک ساہ منی جاش کو ذرہ بادو بنت ارواح منی زاہدانو زابلت لوگ جاہ منی ارے زاہدانو زابلت لوگ جاہ منی براتی منی کرمان بلوچستان من منی ارزشتہ بزان بلوچستان من بیا منی میرے بلوچ بیا بیا منی میرے بلوچ وحدت نشانی ہمیشہ نا نقشنت کرد بلوچ شیر زالانی طیب انار نندوکم نقشنت کرد بلوچ شیر زالانی طیب مہرگڑھ شاہد 9000 سالانی طیب کوہ کتی بہنت گنجے گالانی تئی ارے کوہ کتی بہنت گنجے گالانی تئی میں گے توہر مزگان بلوچستان من راج دل ارمان بلوچستان من بیا منی میرے بلوچ بیا بیا منی میرے بلوچ واشو تتانا پہرگ منی پونزو چم گنج سراوان سربازا منی راستت گم گہولا شارگو کسر کندہ بنتے سرجم ارے گہولا شارگو کسر کندہ بنتے سرجم 50-12 قربان بلوچستان من منی ارزشتہ بزان بلوچستان من بیا منی میرے بلوچ بیا بیا منی میرے بلوچ نمروز و ہلمند منی جندے جہگیر شال کوٹو کے چوپنج گور دلے تاہیر سندھو کلر شاہ کے منا نیلنت زہیر سندھو کلر شاہ کے منا نیلنت زہیر دڈیرا غازی کان بلوچستان من منی ارزشتہ بزان بلوچستان من بیا منی میرے بلوچ بیا بیا منی میرے بلوچ چاپازی تیلا کا درد و دورا من صد جاہا چنڈ چنڈا ٹپو ٹورا من ارے نات پاکی دستا سک نزورا من نات پاکی دستا سک نزورا من رنجو گمے دین پان بلوچستان من منی ارزشتہ بزان بلوچستان من بلوچستان وتی چکاں سرسوج کاں اے منی پنتو سوجنت تابوانو دربر اے منی پنتو سوجنت تابوانو دربر گووت براتا مدکی ببیتو شیر و شکر گوڑا دنیا تئی غلام بیت او جان و جگر دنیا تئی غلام بیت او جان و جگر راست گوشت بر جان بلوچستان من من ارزشتہ بزان بلوچستان من راج دل ارمان بلوچستان من بیا منی میرے بلوچ بیا بیا منی میرے بلوچ منتوارا خب ممنون و متشکر اتاق فرمان و این شعر زیبایی که این شاعر بلوچ در رابطه با بلوچستان و رنج و غم و دردی که مردم بلوچستان باش مواجه هستند، مردم بلوچ باش مواجه هستند سرودند. واقعیت این هست که بلوچ و بلوچستان سالهاست که مورد ظلم و ستم قرار گرفته. حکومت‌های پی در پی تمام تلاششون رو انجام دادند تا تاریخ، فرهنگ، زبان، لباس، گویش و همه اون چیزی که مردم بلوچستان دارند از بین ببرند و نابود بکنند. از اون زمانی که در واقع بلوچستان رو در میان کشورهای مختلف تقسیم کردند و مردم بلوچ رو سعی کردند به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده در فقر و گرسنگی نگه دارند. نگاهی خواهیم انداخت به فرهنگ و آداب و رسوم بلوچ به مناسبت 11 اسفند برابر با 2 مارس که امروز بوده و روز فرهنگ بلوچ هست. مهمانان برنامه آقای بهرامخان میرلاشاری، فعال سیاسی بلوچ، و آقای مهندس رحیم بندویی از حزب مردم بلوچستان هستند. با سلام و درود خدمت شما مهمانان عزیز و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. اجازه میخوام
صحبتم را با آقای بندویی آغاز بکنم. آقای بندویی، در آغاز برنامه به صورت مختصر برای ما از تاریخ و خاستگاه مردم بلوچ بگید. سلام دارم خدمت شما جناب میرلاشری و بینندگان عزیز و چقدر خوشحال شدم با این انتخاب درستی که جناب ترشوی از شاعر بزرگوار و هنرمند عزیز جناب برجان پخش کردید و به این امید که همه دعا کنیم که بینایی خودش رو واقعا باز بیابد که ایشون واقعا یک میراث بسیار بزرگ و در حال حیات هست برای بلوچستان. ببینید، اجازه بدید من اول به این شکل شروع کنم که به بلوچی دود و ربیدک همون فرهنگ بشه. به هر حال فرهنگ، زبان و کل اون خصوصیاتی که به عنوان هویت یک جمع انسانی شناخته میشن چیزی نیستن جز محصول کنش و واکنش هر جمع انسانی که در کنار همدیگه باشن و در ارتباط با اون به هر حال جایگاه جغرافیایی که دارن زندگی میکنن، از نظر آب و هوایی، به هر حال از نظر شیوه معاششون، زندگیشون، به اضافه اون برخوردها و بدبستانهایی که با همسایگان داشتند و دارند، محصول همین نوع کنش و واکنش هست و اینها محصول 100 سال، 200 سال، 300 سال نمیتونن باشن، بلکه اینا محصول هزاران ساله پیشینیان هر مجموعه انسانی هستند که به عنوان هویت اون انسان‌ها شناخته میشن و بلوچ به عنوان یکی از همین مجموعه های انسانی که در جغرافیایی به نام بلوچستان و در کنش و واکنش با اون شرایط آب و هوایی همون بلوچستان و در کنش و واکنش با همسایگان خودش یک هویت خاصی رو برای خودش به دست آورده که همکنون به عنوان فرهنگ بلوچ مطرح است. فرهنگ یک مجموعه از انسان‌ها که به هر حال امروزه کلمه ملت به عنوان یک مقوله و واژه‌ای است که به اون جمع از انسان‌هایی که در طول تاریخ دارای هویت خاصی برای خودشون گشتند و در یک سرزمین خاص هستند، کلمه ملت به کار برده میشه و به همین دلیل ما این راجی دود بلوچ، راجی دود ربیدک یا فرهنگ ملی بلوچ ازش داریم اسم میبریم. و طبعا این نوع فرهنگی که هر کدوم از این انسان‌ها برای خودشون دارن مسلماً متناسب با اون شرایط محیط زیستیشون بوده است. عرض کردم جغرافیا و برای همسایگان همه اینها و کاملا مشخص است با توجه به اینکه ملت بلوچ به عنوان یک مجموعه انسانی دارای این ویژه فرهنگ ملی خودش هست، طبعا این فرهنگ به عنوان یک میراث از جامعه بشری به حساب میاد و وظیفه نه تنها ملت بلوچ بلکه همه آنهایی که خود را به عنوان مجموعه از جامعه بشری به حساب میآورند باید در ارتباط با رشد و شکوفایی این نوع هویت‌های خاصی که محصول هزاران سال هستند کمک کنند. که اما شما اشاره داشتید که متاسفانه امروزه نزدیک به یک قرن هست حداقل مردم بلوچ با توجه به اون سیاست‌هایی که امپراتوری انگلیس در منطقه داشت تقسیم شده به قطعه‌های کوچک و متاسفانه حاکمان هر کدام از این قطعه‌ها تلاششون بر حذف و از بین بردن این هویت تاریخی یا همون فرهنگ ملی ملت بلوچ بوده است و به طور مشخص یکی از اون هویت‌های ویژه زبان هست و زبان دقیقاً از لحظه‌ای در واقع شروع کرد به وجود آمدن که انسان تونست اولین کلمه رو از زبان خودش و با استفاده از لب‌ها و اون به هر حال محفظه دهانی خودش به وجود بیاره و هزاران سال طول کشیده که هر کلمه‌ای معنی خاصی داشته باشه و بتونه اون مجموعه انسان‌هایی که با هم دیگه در ارتباط هستند احساسات درون و بیرون خودشون رو با همدیگه منتقل کنند و در همین رابطه است که می‌بینیم این فرهنگ ملی بلوچ از به هر حال از شعر و شاعریش بگیریم تا از همون به قول معروف اسپانک و داستان‌های بگیم که از بزرگانمون میشنویم، از به اضافه در هر صورت اون ویژگی خاصی که برای خودشون از دارن مثل لباسشون، مثل به هر حال وقتی که همدیگر رو میبینن نحوه حال احوال پرسیشون با همدیگه،
همه اینها و به اضافه اینکه مثلا کلماتی رو وقتی که ما به عنوان شیرزال و بامرد استفاده میکنیم برانگیر در واقع یک نوع ویژگی های خاصی هست که این مجموعه انسانی از زنان و مردان گرفته تونستن در واقع یک نوع کارهایی رو انجام بدن که در ارتباط با اون جمع به عنوان یک محصول کاری بوده است به نفع جمع و کل بوده است که این عنوانها رو برای خودشون میگیرن، مثل کلمه میر در بلوچی و برحال همین قضیه از کردم شیرزال و بامرد اینا. ولی در مجموع از مجموعه های اون ویژگی هایی که این جامعه بلوچ و ملت بلوچ به عنوان دو رویده خودش داره، به عنوان فرهنگ ملی خودش داره، ببینید زیاد هستن. من اگه بخوام مثلا اسم ببرم برمیگردیم آقای رحیم بندوی صحبت میکنیم در واقع در این زمینه هم صحبت خواهیم کرد و من دقیقاً میخواستم این سوال از شما بپرسم که برمیگردم که بلوچ ها اصولاً اختلاف نظری وجود داره که بعضی میگن از شمال از کوه البرز به بلوچستان اومدن و بعضی میگن از سوریه و بحث یمن هم مطرح هست که در این زمینه صحبت میکنیم. قبل از اینکه من سوالم را متوجه آقای بهرام خان میلاشاری بکنم اجازه بدید که این در واقع لالایی یا لیلویی بانوک شمشک رو هم با یکدیگر بشنویم که با این صدای دلنشین خودش میخونه. این صدا رو بشنویم. لیلا لیلا لا لیلو با لیلو با تو لیلو او سرمنی قربانی تیمکارا چوکنا با دینا لیلو با تو نندا دیوا چلا نازین تی واپس کے واپ ترا رو دینی لیلو با تو بیوا آبی ترا رنجینی دمنی بچول بیتا گو ماندیتا لیلو با تو جمع آنو درو ما بیتا نینو نالادگاری اوری لیلو با تو دشتی گودری آوگی تی دوشیم نی بچولا باز رہتا تی لیلو با تو موتی بیگمی واب کبتا تی شامی ری پیتی دار گبتا تی لیلو با تو پرچی منی بچولا اگریوانے تی بچی گئے نماف سی تو گری تی لیلو با تو پاس کے واب ترا رو دینی تی واپس کے واب ترا رو دینی ما قربان آنکھ بیوا آبی ترا رنجینی منی بچوں پاتا نا مارو دیتا تی لیلو بات بوکی اینی مگو سبزی مو تی شاگی گوانزگو میدی بند تی لیلو بات شاگی گوانزگتی واب جائیں تی لیلو 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 با لیلو بات لیلو ہوئی کنا هندم وابسی. خب ممنون و متشکر. اتاق فرمان این هم بانوک شمشک که همونطوری که ملاحظه نمودید در تصویر فقر و گرسنگی و فلاکت و مظلومیت از چهره این زن بلوچ
که ایرانی است و در ایران زندگی میکنه میبارد. امیدواریم که در دنیا قبل از آخرت به تعبیر بلوچ ها حق این مردم مظلوم بلوچ خامنه‌ای رو تبدیل به سنگ سیاه یا سگ سیاهی بکند که اینگونه به این مردم ظلم و ستم میکند. آقای میلاشاری، دوست داریم گوشه هایی از ویژگی های اخلاقی مردم بلوچ رو که نسبت به سایر ملت های منطقه برجسته تر هستند، مهمتر هستند، برای ما و بینندگان عزیز بگید. من سلام عرض کنم خدمت شما، خدمت جناب مهندس بندوی و بینندگان تلویزیون کلمه. عرض کنم خدمت شما، من اولش تبریک عرض میکنم این روز دود روبیدک بلوچی که به حساب نشان دهنده بلوچ و بلوچستانه که بلوچه ها به چه صورت بودند و به کجا رسیدند. جناب بندوی، مسائلی که بلوچه ها از زمان قدیم برای خودشون داشتن یا رسم رسوماتی که بلوچه ها برای خودشون نگه داشتن، من فکر میکنم در هیچ کجای دنیا در هیچ قوم و قبیله دیده نمیشه. اولش عرض کنم خدمت شما، بلوچ خیلی آدمای دینداری بودن. دوم، راستگویی بلوچ به قول معروف از حد گذشته، یعنی هر اندازه بگید در مقابل بقیه اقوام، بقیه قبایل یعنی روی زمین، من فکر میکنم راستگویترین افراد بودن، هیچ موقع حاضر نبودن دروغ بگن. سوماً معیارداری بین بلوچ ها جناب ترشابی مسئله است که من فکر میکنم در هیچ جای دنیا و در هیچ قوم قبیله، نه از عرب گرفته، نه از عجم گرفته، نه از جاهای دیگه، ما تا حالا نشنیدیم اون رسم راه معیارداری که بلوچ معیار رو نگه داشته. هیچ کجای دنیا ما نشنیدیم. مثلا اگر یه نفر بلوچ حتی اگر نون خوردن هم نداشته، اگر صاحب یه بازغاله بوده، عرض کنم خدمت شما صاحب 10 کیلو خرما بوده، ولی اگر یه نفر از جای دیگه به حساب اتفاقی براش پیش آمده یا به حساب اتفاق خونی بین فامیل، بین کسانی دیگه بوده و وقتی که آمده پیش اون شخص، اون بلوچ که با همون یک پات خرماش، یکی چی میگه پات خرما یا حلب خرما یا همون یه بزی که داشته، هیچ موقع به معیارش نگفته من هیچی ندارم شما برگردی بری، یعنی مثلا من در توانم نیست. اون اگر با همون امکاناتی که داشته، حتی با یه تفنگ و 10 تا تیر، ولی معیار رو نگه داشته. معیاری که به حساب شاید دنبالش بودند، اگر می آمدن به حساب سراغه، شاید خودش و زنش بچهش همه رو می کشتن، ولی این حاضر نبوده که معیار رو پس بفرسته یا معیار رو تحویل اون طرف بده. این یکی از ویژگی های بلوچ است. دوم، دینداریش که من عرض کردم خدمت شما، ناموس پرستی بلوچ و به نظرم در هیچ کجای دنیا مشاهده نشده که مثل بلوچ ناموس پرست باشن. عرض کنم خدمت شما، بلوچ احترامی که به پدر و مادر، حتی به سن سالی که ازش بزرگتر بوده، بغیر از بلوچ هنوز هیچ قوم قبیله به این صورت نیست که اون احترامی که به بزرگتر خودش، به پدر و مادرش بذاره داشته باشه. اینا همه از ویژگی ها هستن. دومی که مثلا از همه گذشته، فرض فرمان جناب ترشابی، یه نفر عرض کنم خدمت شما بین خودشون یه اختلافی افتاده، یه نفر کشته شده یا 2 نفر کشته شده، اینا شاید به خاطر پول حاضر نبودن بین هم دیگه اصلاحی به وجود بیاد یا به حساب ملک زمین بهش بدن، شاید قبول نمیکرد. ولی اگر یه زن بلند میشد میرفت خونه یه بلوچ میگفت آقا من آمدم پترت، به قول معروف ما شما میگن و حساب همون منزلش یا بلوچی پتر میگن،
من آمدم پدرت و این خون شما ببخشید. اون بلوچ به خاطر احترامی که به زن میگذاشت از خون میگذشت، حتی از خون فرزندش، از خون برادرش، از هر چی بگی از اینا میگذشت. و از اون گذشته تازه بالاتر از این اختلاف‌های قبایلی که بودن، مثلا ممکنه یک قبایل با یک قبایل 10 سال 20 سال 30 سال بیشتر کمتر اختلاف داشتن، طرفین دو طرفشون 10 نفر 20 نفر کشته شده، ولی با پادرمیانی زنان بلوچ همون قبایل با همدیگه آشتی کردن، با همدیگه به قول معروف دوست شدن، برادر شدن. این هم فکر میکنم تو هیچ کجای دنیا نبوده و نه رسم بوده و نبوده این مسائل. عرض کنم خدمت شما بعد از این گذشته بلوچ از نظر به قول معروف کوهروی و عرض کنم خدمت شما اسب سواری و تیراندازی و اینا همه یه چیز به قول معروف مرعوسیه که به بلوچ رسیده. پیاده رویش به همون صورت، اسب سواری و تیراندازی به همین صورت. این هم من فکر میکنم در هر کجای دنیا کم نظیره. از اون گذشته مثلا قسم هایی مثل قسم قرآن یا مثلا قسم زن طلاق برای بلوچ خیلی مهم بوده. یعنی اگر یک کاری رو انجام داده و بعد بیاد به حساب به دروغ قسم زن طلاق بخوره، امکان نداره که اون بلوچ بیاد زن طلاق بخوره میگه که نه من این کار رو انجام ندادم. حتی اگر یک قتل میدونه که من شاید اگر من بگم که من کشتم قسم نمیخورم، شاید من کشته بشم، ولی این حاضر بود کشته بشه ولی حاضر نبود قسم زن طلاق یا قسم قرآن رو بخوره. این حسنایی بودند که بلوچا داشتن. جناب تعالی ممنونم، متشکرم. همچنان همراهمون بمونید. آقای امیل لاشاری برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. آقای بندوی، اگر به شما بگند که مهمترین آداب و رسومی که بلوچ ها رو نسبت به سایر اقوام و ملت ها به نحوی متمایز میسازد و ما میتونیم اونها رو مهمترین آداب این ملت معرفی بکنیم، اگر شما رو بگند اینها رو برای ما نام ببرید، شما به چه سری آداب و رسومی میتونید اشاره کنید؟ جناب میرلاشری برای سر مسئله معیار جلی که همون در واقع پناهنده پذیری است، ایشون فرمودن. من در همین رابطه که ایشون کلمه رو گفتن، من یاد واقعا یه بند شعری افتادم که جناب کمالخان هوت که به عنوان یکی از حماسه سرایان حماسه نوازان مطرح بلوچستان بوده است، همچنان ماندگار خواهد ماند، در ارتباط با همون سر مسئله همین معیار جلی که بین در واقع برحال دودا و بالا چی میگم بهش دودا و به اضافه یک طرف دیگه که آقای میرلاشری حتما خواهد بیبک دقیقا بود. برحال یک کسی میره، یک زن میره اونجا پناهنده میشه پیش دودا. اما بعد از این که برحال این مسئله طرف ها میان و برحال به احشام اون خانم حمله میکنن، دودا در واقع وقتی که تصمیم میگیره که بره، در حال همونجا این مسئله رو مطرح میکنه. برای مادرش بوده یا برای یکی از نزدیکانش بوده، میگه که مرد که میارن جلند امروز چند نوستند کلان و دوست و همسرین گرام هلند. یعنی دقیقا میخواد اینو بگه که شما در برابر پناهنده پذیری که نموده مسئول هستی که از آرامش و از به هر حال اون لذت زندگی که داری میبینی باید بگذری ازش، باید خودتو برید فدا کنی که به هر حال جدا میره و فدا میشه. اما در این حال هم مثلا یه نقطه دیگه ای که واقعا به عنوان یکی از نکات بسیار ماندگار این است، ببین مادران شیرزادی که چونه تونستند یه بامرد و به هر حال شیرمردانی رو پرورش بدن، مادر میرکمبر هست که میرکمبر زمانی که برحال رستم خان از جای دیگه برحال میاد، طرفای فکر میکنم برحال منطقه سراوان بوده یا خاران بوده، میاد و منطقه از خاران وقتی که میاد اونجا و بسیاری رو در همون بنت و دهان به عنوان گروگان میگیره، مادرش میگه که من در واقع تو را پرورش دادم در همچنین موقعی در واقع به درد مردمت بخوری و اگر بروی شیر من تو را حلال باشد، در غیر این صورت برحال همون حرام.
منظورم این هست که به هر حال این مسئله بیاجلی که از اونها بوده و به هر حال برای و به همین دلیل هم کمبر عنوان میر رو در واقع بعد از اینکه به شهادت رسید در واقع مردم بهش دادن. در این حال ببینید بجار یکی دیگه از اون نکاتی هست که من متوجه نشدم جناب میرلاشری اشاره داشتن یا نه، ولی بجار یا حشر اون نوع همکاری است که در واقع به شکل تاریخی در میان این مردم بوده. اگر برای کسی یک اتفاقی بیفته، چه به اصطلاح بخواد کمک جسمی باشه چه کمک مالی باشه، در واقع به عنوان همون حشر کردن، کمک جمعی کردن به اون فرد زیان دیده یا کسی که به هر حال احتیاج به کمک مالی دارد مثل به هر حال بودن. و در این حال بجار در واقع باز یک نکته دیگه ای هست، یه مسئله دیگه ای هست، یه دود دیگه ای هست که زمانی که به هر حال بخصوص به شکلی که مثلا جوانان میخوان ازدواج بکنن با توجه به وضعیت اقتصادی که به هر حال تو منطقه هست، این در به عنوان یک سنت بوده. اونهایی که دور اطراف و به عنوان خویشاوندان این فرد بودن به هر حال هزینه‌های ازدواج رو فراهم میکنن با اون کمک مالی که میدن و کلمه بجار در واقع اون. به هر حال این مسئله آزادمنشی بلوچ در واقع به عنوان یکی از اون نکته‌هایی هست، یکی از اون دودهایی هست که میبینیم که ادامه همون مسئله آزادمنشی است که میبینیم اگر چنانچه یک گوشه از بلوچستان به یک شکلی به هر حال دارای یک به هر حال قبیله و قومی مطرح هست، میبینیم که در ارتباط با آن کسانی که صاحبان قلعه ها بودند آنچنان مقاومت میکنند که به هر حال مجبور میشن حاکمان قلعه ها در واقع آن بخش از مردم رو فقط به عنوان همراهان جوانمردی خودشون داشته باشن تا اینکه مثلا مالیات بخوان بگیرن. و یکی از اون به هر حال از دیدگاه من مثلا یکی از همون عقب ماندگی‌هایی که الان در قرن 21 داریم همین است که ما تغییر و تحولات فرهنگی رو که متناسب با زمان باشه، حکومتگران مرکزی که ما متاسفانه مجبور و محکوم به این شدیم که در چارچوب کشورهای آنها قرار بگیریم، ما را هنوزم نگه داشتن در همون سیستم عشیره‌ای قبیله‌ای که متعلق در واقع به زمانهای گذشته هست. و این یکی به هر حال یکی از بازماندگان همون نوع ضرورت این نوع دود یا این نوع رسم و این نوع فرهنگ بوده است. برحال مسائل بسیار زیاد هستن بخوایم در این رابطه. یه مسئله دیگه همچنان که اون زخم و کپون یا برحال همونی که یک مادر میخواد بره اونجا یا حتی اون کسی که به عنوان کسی که تقصیری برداشته و باعث خونریزی عزیز کسی شده است، بسیار بسیار اتفاق افتاده است که آن طرف ها با برداشتن هم یک شمشیر، زخم به عنوان شمشیر و کپون هم همون کفن است، که با برداشتن یک شمشیر و یک کفن در واقع برداشتند و رفتن پیش اون کسی که صاحب خون بوده است. اونجا گفتند که ما آمده این پیش شما در همون پتری که جناب میرلاشری مطرح کردن، ما الان اومدیم در پتر شما و این هم شمشیر که گردن ما را بزن و این هم کفن که آماده است که خرجی هم دستت نیفته ما رو کفن کنی و بگذاری توی خاک. که به این شکل به هر حال بسیاری از مشکلات این خونریزی ها به یک شکل‌های مختلفی به هر حال یعنی به این شکل تونسته حل بشه. منظورم اینه که هر ملتی در هر کجا هست، فرهنگی که در واقع وجود میاد بر مبنای نیازهای زندگی آن مردم در آن محیط زیستی وجود دارد. میرلاشری، میدونیم که فرهنگ بلوچ، زبان بلوچ، لباس بلوچ، دین و اعتقادات بلوچ در سالهای گذشته به ویژه در 43 سال نظام ولایت فقیه به شدت مورد هجمه قرار گرفته و تلاش زیادی صورت گرفته تا مردم بلوچ از نظر مذهبی، از نظر آداب و رسوم، لباس در میان آخوندها به نحوی یا فارسا حل و هضم بشن. تلاش زیادی صورت گرفته ولی از این طرف هم به نظر میرسد بلوچ‌ها تا اندازه زیادی مقاومت کردند. سوال من دقیقاً از شما این هست که اولا شما وضعیت فعلی بلوچ‌ها رو برای حفظ زبان و فرهنگ و آداب و رسوم خودشون چطوری ارزیابی میکنید و از طرف دیگر بلوچ‌ها باید چه کارهایی رو انجام بدن، چه اقداماتی رو انجام بدن تا زبانشون، دینشون، اعتقاداتشون، باورهایشون، فرهنگشون، آداب و رسومشون حفظ بشه؟
من عرض کنم خدمت شما این مسائلی که شما می‌فرمایید جناب ترشاوی هم زمان این حکومت 43 سال جمهوری اسلامی و هم زمان محمد رضا شاه، مخصوصا مسئله زبان ما داشت کم کم به قول معروف از بین میرفت، برای اینکه طوری حکومت ها وانمود کرده بودن به مردم بلوچ که مردم بلوچ چون اولا مدرسه ها یا اسکول یا مدرسه ای که ما بلوچستان داشتیم باید ما به قول معروف یک کلاسه های زبان مادری من مهمتر از همه چیز بود که به حساب به ما درس بدن، به بچه های ما آموزش بدن زبان مادری رو. متاسفانه این نبود که هیچی، اصلا فکر میکنم ممنوع بود این به حساب تعلیم و ترتیب زبان مادری. و از اون گذشته تازه اصلا به قول معروف دیگه چنان ما هم به حساب از بس که تبلیغ شده بود به نفع خودشون، دیگه ما خود به خود ملت بلوچ عاشق فرض بفرمای اگر تو ایران بودن زبان ایرانی رو باید یاد میگرفتن، اگر پاکستان بودن زبان اردویی رو، حتی عرب خلیجای عرب نشین اگر بلوچی وجود داشت اونا هم سعی میکردند که زبان و لباس عربی رو استفاده بکنند، یعنی اصلا مالیده بود زبان و لباس بلوچی. ولی خوشبختانه با ظلمی که حکومت جمهوری اسلامی بر ملت بلوچ روا داشت، فکر میکنم که این اواخر یعنی تقریبا الان 8 سال 10 سال کمتر یا بیشتر کار ندارم، مردم متوجه شدند که نه، ما اشتباه بزرگی کردیم که هم ما لباس خودمون رو به قول معروف گذاشتیم کنار و هم زبان مادری خودمون. ببین انسان با شناختی که روی دنیا اگر براش داره همون زبان است. اگر ما زبان مادریمون فراموش بکنیم، زبان مادری رو نداشته باشیم، دیگه ما به قول معروف شیش دنگمون اگر ایرانی باشیم خب زبان ما ایرانیه دیگه، بالاخره ایرانی حساب میشیم و ایرانی گفته میشیم. حالا اینکه با اینکه از نظر حکومتی در حال حاضر بلوچستان در اختیار حکومت‌های ایران و پنجاب هست، ولی به هر حال این چیزایی که حکومت‌ها به وجود آوردند که جناب ترشاوی ما از زبان مادری خود دوری کنیم. ولی متاسفانه این عرض کردم این چند سال اخیر الحمدلله من با چند سال پیش الان یعنی قبل از کرونا هر سال یک دفعه گاهی می رفتم به کشورهای خلیج به حساب، می دیدم که نه بابا، الان همون شخصی که قبلا من اینجا بودم و ازش شنیدم که بابا تو اسمت نمیدونم از فرض فرما از قادر بخش و امام بخش نمیدونم فلان حالا شده خلیفه و نمیدونم زاهد و نمیدونم فلان، الان دارن بر میگردن هم اسمشون رو به همون اسمای قدیمی خودشون داره میذارن و از این گذشته سعی میکنن که دیگه زبان مادری بلوچی رو یاد بگیرن. این واقعیت هست. زبان آدم انسان وقتی که بزرگ میشه اگه صاحب 10 تا هم زبان باشه هیچ مسئله نیست، ولی زبان مادری باید زبان اول باید هر شخصی باشه، هر یک قوم قبیله باشه، هر یک ملتی باشه که باید اول زبان مادری، زبان دومیش حالا هرچی باشه، اردو باشه، فارسی باشه، انگلیسی باشه، نروژی باشه، غیر باشه، هیچ مسئله نیست، ولی اولش زبان مادری باید ما یاد بگیریم. متاسفانه غیر از موضوع زبان آقای میلاشاری، غیر از موضوع زبان حالا صحبت کردید به اندازه کافی، اگر به صورت فهرستوار به ما بگید که چه نکاتی رو باید بیشتر رعایت بکنیم و بیشتر به فکر باشیم تا فرهنگ مردم بلوچ حفظ بشه ممنون میشم. از کنم خدمت شما الان ما باید سعیمون همین باشه که ما به قول معروف همون آداب رسومی که ما بلوچا داشتیم اونا رو باید ما یواش یواش اگر فراموش کردیم باز به قول معروف تکرار کنیم تا همون مسائل برای ما پیش بیاد و ما زبان مادریمون داشته باشیم، لباس بلوچیمون داشته باشیم، رسم‌هایی که همینطور مهندس بندوی گفت مثلا اگر یکی از یک نه فامیل اصلا یه بلوچی
احتیاج به کمک داشته باشه به همون صورت میخواد ازدواج بکنه، باید ما این همون رسم راه اولی رو داشته باشیم، باید بهش کمک بکنیم. یا فرض فرمایید اگر از نظر مادی خودش وضعیتی نداره یا خونه کلبه‌ای نداره، بالاخره سعی در این باشه که مردم بلوچ کمک کنن اون برادر رو به قول معروف همون طوری که زمان قدیم حتی با یک دانه خرما و نمیدونه با یک نون جوی هم میتونست به همسایه خودش رو نگه داره. ما باید اون رسم راه ها رو نگه داریم. با همون الان الحمدلله امکانات تو دنیا بزرگه، با این حساب آمدن اینترنت و نمیدونم فلان دیگه اینا الان دنیا داره پیش میره. بله. ما به همون صورت به قول معروف به همون صورت باید آداب رسومی که ما داشتیم اونا رو پیش ببریم، اونا رو از دست ندیم. ایمانداریمون، راستگوییمون، معیارداریمون همونطوری که بوده. من از تمام برادر خواهرام خواهش میکنم که این زبان و لباس و عرض کنم خدمت شما مرام چیزی که بلوچا داشتن اینا رو باز مجددا به قول معروف حال کنند، اینا رو نذارند که از دست ما برند، که برای اینکه هویت ما، شناخت ما رو همینه، رو همین زبان و لباس. متشکر و ممنون. البته صحبت‌های زیادی نگفتم موند، ولی خب ما انشالله امیدوارم در برنامه‌های آینده بتونیم روی مسائل فرهنگی مردم بلوچ یکی یکی تکیه بکنیم و صحبت کنیم. تشکر میکنم از آقای بهرامخان میلاشاری، فعال سیاسی بلوچ، و آقای مهندس رحیم بندویی از حزب مردم بلوچستان. خب آقای بندویی ظاهراً صحبت دارند. آقای بندویی من در خدمتتون هستم، بفرمایید. من در ادامه صحبت‌های جناب میرلاشاری در پاسخ به این سوال که چه کار باید بکنن، من فکر می‌کنم که جناب برجان عزیز در همون شعرش، در آخرین بند شعرش، چه تأکید بزرگی داشت در تحصیل 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 و با علم به این که هویت خودمون رو بشناسیم که ما بلوچ هستیم و به هر حال یک فرهنگ خاصی داریم برای خودمون و زبان به عنوان یکی از ویژگی‌های بسیار محوری و مطرح هر هویت تاریخی، با علم به این نکات واقعا نسل جوان و جدید برای اینکه بتونن خودشون رو همگام با زمان بکنن، تحصیل بزرگترین و مهمترین عرصه است که متاسفانه الان جمهوری اسلامی ایران بدترین نوع تحصیل رو در بلوچستان با توجه به امکاناتی که هست فراهم کرده. امیدواریم که بتونن مردم با مطالبه گری خودشون این مسئله تحصیل خودشون رو بتونن روز به روز بهتر بکنن. متشکرم. ممنون و متشکر. تشکر میکنم از آقای بهرامخان میلاشاری. بفرمایید. من عرض خدمت ما یه چیزی در من میخواستم خدمت شما عرض کنم. به قول معروف میگه که یکی از خودش تعریف کنه، یعنی این که به قول معروف بوی دهنش بوی پیاز میده. حالا ولی به هر حال آدم مجبور یک مسائلی که بودن. من عرض کنم جناب ترشابی، زمان این انقلاب 43 سال این انقلاب گذشته، مخصوصا پدر من به نام کریم خان میلاشاری حسن بلوچی خودش رو نگه داشته بود جناب ترشابی. یعنی خدا شاهد گواه، من فکر نمی کنم ظرف این 100 سال 150 سال کسی مثل پدر من برند از منطقه ما بپرسن مثل این هم راستگو باشه و هم معیاردار. در این زمان معیار پیش پدر من جناب ترشابی از رودوار زمین، عرض کنم خدمت شما، بامری غلام حسین و آسای بامری با زن بچه هاشون با تعداد زیادی، مهمی و مالکی ها از رودوار زمین با زن بچه هاشون، عرض کنم سالار جلال از بشکرد، عرض کنم خدمت شما از کوتاه مثل عموی آزم و به حساب عموش، اینا همهشون آمده بودن لاشار معیار به حساب معیارگری پیش پدر من جناب ترشابی قریب 5 سال این تمام این معیارا پیشش بودن. خدا شاهد. البته مردم لاشار از نظر کمک بی حد کمک کردن، ولی با همین حساب بهترین زمینا، بهترین ملک‌های خودشو فروخت، صرف به حساب معیاراش کرد. حتی وقتی که سید محمد هوت با یوسف وقتی که پاسدارا فرستادن کشتنش، 21 روز جناب ترشابی منو فرستاد، گفت یا زمانی که خون سید محمد گرفته نشده حق نداری پیش من بیایی و اگر آمدی من اصلا نزد خودم یعنی نمیذارم بیایی منزل من. خدا شاهدی 21 شب
تو شبای زمستان بهمن ما دنبالش بودیم، چون آزم فقط صرفا میگفت که باید قاتل کشته بشه نگذره، ولی اگر نه مامورین اگر میشد ما راحت‌تر میتونستیم این کارو بکنیم، ولی با 2 نفر پیدا کردنش خیلی طول میکشید. ولی این عملو انجام داد که هم معیارداریش و هم مهمانداریش. من فکر نمی‌کنم تا این سال گذشته همچه کسی رو وجود داشته باشه بلوچستان و تاریخ شما میتونه از منطقه لاشر بپرسید. درود بر شما بهرامخان میلاشاری، فعال سیاسی بلوچ، و آقای مهندس رحیم بندویی از حزب مردم بلوچستان که در این برنامه ما رو همراهی کردید. امیدواریم همچنان بلوچ‌ها در شجاعت، شهامت، مردانگی، معیارجلی، مهمان نوازی و صفات و ویژگی‌های خوب اخلاقی پیشکسوت باشند. تاریخ نویسان و سیره نویسان وقتی صحبت از این می‌کنند که چرا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان سایر اقوام و ملت‌ها، از میان قوم عرب و از میان قریش و از میان بنی هاشم انتخاب شدند، میگن چون قریش و عرب‌های اون روزگار دارای ویژگی‌های بالای اخلاقی بودند. درسته که مسلمان نبودند، شرک می‌ورزیدند، اما از شهامت بالایی برخوردار بودند، از شجاعت بالایی برخوردار بودند، از صداقت بالایی برخوردار بودند، از مهمان نوازی بالایی برخوردار بودند، از ساده زیستی زیادی برخوردار بودند و این مسئله باعث شد که خداوند این لطف رو انجام بده که پیامبر رو، محمد صلی الله علیه و سلم رو از میان اونها مبعوث بکند. و قطعاً این صفات و ویژگی‌های اخلاقی که در میان مردم بلوچ هم به شدت و به صورت پررنگ وجود دارد باعث خیر و خوبی برای مردم بلوچ خواهد شد و باید اونها رو حفظ بکنیم. نخستین بیننده‌ای که در خدمتتون هستیم، سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم جناب آقای دکتر ترشاهی. علیکم السلام و رحمت الله. دکتر نیستم، در خدمت شما هستم، بفرمایید. اسم شریفتون؟ رحیمی هستم از یاسود. آقای رحیمی، سلام بر شما آقای رحیمی، بفرمایید. از یاسود هستم رحیمی. درود بر شما و مردم شریف یاسوج آقای رحیمی، بفرمایید. عرض کنم به خدمت و حضور محترمت بلوچستان و بلوچ یکی از اصیل ترین اقوام ایرانی، دارای آداب و رسوم چه از لحاظ زبان و مذهب و لباس و مردم داری، شجاعت و غیرت و منطقه نزدیک به ساحل که دارای معادن و ظرفیت‌های وسیعی است. من با این قشر بسیار زحمتکش بودم و شناخت دارم، اما متاسفانه بر اثر ظلم و بی‌توجهی حاکمان گذشته و حاکمان فعلی این خطه عزیز در محرومیت و عقب ماندگی قرار گرفته و از حق قانونی و شرعی خود بی‌بهره‌اند. از خداوند متعال آرزوی موفقیت و پیشرفت برای بلوچستان و توفیق طول عمر برای جناب عالی از خدا خواستارم. خدا نگهدار شما. درود بر شما، ممنون و متشکر آقای رحیمی عزیز و صحبت‌های بسیار زیبایی رو که مطرح کردید. بیننده بعدی رو میشنویم. سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. درود بر شما. اگر صدای منو میشنوید بفرمایید. خب متاسفانه من صدای ایشون رو ندارم. بیننده بعدی رو میشنویم. سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام بر شما. بیننده عزیز اگر صدای ما را میشنوید بفرمایید. خب متاسفانه صدای ایشون رو هم نتونستیم بشنویم. ببینیم واتساپ برنامه هم در واقع صحبت باز هست و شما بینندگان عزیز میتونید تماس بگیرید و دیدگاه هایتون رو با ما در میان بگذارید. ظاهراً در دوستان میگن اینجا صدایی وجود داره، زیر صدایی وجود داره که در واقع مقداری مزاحم هست. خب ببینم در واتساپ پیام هایی رو که دوستان در واتساپ ارسال کردند چه پیام هایی هستند.
خب ظاهراً اشکالاتی وجود داره و نتونستیم صدا رو در واتساپ داشته باشیم. من یک دفعه دیگه موضوع برنامه رو یادآوری بکنم. روز 11 اسفند برابر با 2 مارس که در این سال امروز بوده، چهارشنبه امروز بوده، برابر با روز فرهنگ مردم بلوچ هست. صحبت ها از این طرف و اون طرفی که مطرح میشن و اخبار رو که ما میشنویم دلیل بر این هست که بلوچ ها برای احیای زبان و فرهنگ و لباس و آداب و رسوم خودشون در این روزها تلاش بیشتری میکنند و این قابل قدردانی است. بیننده دیگری که در خدمتشون هستیم، سلام بر شما، خودتون معرفی کنید و بفرمایید. خب در واقع این هم فرهنگ بود که یه فرهنگ بود که ایشون به نمایش گذاشت، فرهنگی که در واقع شنیدنی است. بیننده بعدی رو میشنویم. خب متاسفانه قطع شدند و نتونستیم صدایشون رو داشته باشیم. باز هم بیننده روی خط هست. سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیزم جناب آقای ترشابی عزیز. خواهش میکنم. اسم شریفتون؟ اول زنده باشی عزیزم. من بابک هستم از تهران قربان. سلام بر شما آقای بابک، بفرمایید. من یه درود ویژه خدمت شما و شبکه آگاهی دهنده کلمتون دارم و همچنین به شخصه از خود شما که اینقدر با سعه صدر متاسفانه حرفای بعضیایی که متاسفانه اهانت میکنن، البته اونا اهانت به خودشون میکنن و به اجدادشون، شما با سعه صدر اینطور میبینم قشنگ خیلی صبورانه جواب اینا رو میدید. من از شما خیلی ممنونم و واقعا بایستی سکنات یک شخصی که ایمان داره و به قول معروف میشه بگیم یک مسلمان واقعی در وجود شما و اخلاق شما نمودار رو پیدا. آقای بابک امیدوارم خدا از ما شما بپذیره. ما وقت کمی داریم، اگر مختصر بفرمایید ممنون میشم. سریعتر میگم، همین خواستم یک درود ویژه هم بفرستم به تمام مردمان قهرمان بلوچستان و سیستان و همچنین تمام مردم قهرمان ایران. همین فقط خواستم اینو بگم و لعنت بفرستم بر تمام اشخاصی که دجال هستن در ایران به عنوان شیعه دروغین. اینها انشالله خدا نسلشون از روی کره زمین انشالله برداره. الخاصه این خامنه‌ای دجال که دقیقا نایب بر حق این پوتین ملعونه. متشکرم. شب عالی. درود بر شما آقای بابک، ختامه مسک شد و تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که تماس گرفتید، دیدگاه‌هایتون رو مطرح کردید. از کوزه همان برون تراود که دروست. امیدوارم خداوند روزی برسه که ملت ایران رو به آزادی برسونه و همه ملت‌ها برادرانه در کنار یکدیگر زندگی بکنن. تشکر میکنم از اینکه در این برنامه ما رو همراهی کردید. تا جلسه دیگر، وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.